دوستان عزیز و ارجمند، یک قصه دارم برای شما، قصه خیلی جالب، مهمتر از همه قصه واقعی. ما قصه رو امروز نامگذاری میکنیم قصه آهنگساز معتبر جهانی افسانه سرابی. دوستان عزیز و ارجمند، قصه افسانه سرابی رو میخواهم که این زمان همراه مهرنگار رستم با شما قسمت بکنه. مهرنگار جان، چه حال و هوا دارید؟ حالی خوب دارم. درباره افسانه سرابی من میخواهم که اولین شده شما قصه رو آغاز کنید. بیاین شما قصه رو آغاز کنید، برای که ایده شما بودی. خیلی خوب. افسانه سرابی آهنگسازی تقریبا 60-65 ساله سالمن که از تاجیکستان در زمان جوانیش به سنت پتربورگ رفته است و در اونجا زندگی کرده است و تمام عمرش رو سپری کرده است، با آهنگسازی مشغول است. این افسانه سرابی است. مهرنگار هنوز صنف 11 بود که آهنگ‌های نخستینش رو انشا می‌کرد. همینطور بود؟ بله. در بعضی از دایره‌های فرهنگی منقدان گفتند که ای وای، این دختری که 17-18 سال دارد از کجا آهنگ انشا میکند؟ بعداً با آهنگ‌های جالبی که مهرنگار ایجاد میکرد توجه نمیکردند. ما چیکار کردیم؟ ما یک نیرنگی رو به کار بردیم. ما آهنگ ها رو انشا کردیم و با تمام مردم، به سراینده ها، به ناقدان، به همه کارشناسان ساحه صنعت گفتیم که این آهنگ ها مال یک زنی هست که 60-65 سال دارد، دور از تاجیکستان زندگی میکند و نامش افسانه سرابی است. نامی افسانه رو مادر مهرنگار انتخاب کرد، نسبش رو یعنی سرابی رو من دیگه خوابزنی نموندن، تمام همین کارم میکنم دیگه. من خواب شده میلش. هیچ کس نمیدونست که افسانه سرابی این خود مهرنگار رستم است، ولی همگان میگفتن که کیست اینقدر آهنگسازی حرفه‌ای، اینقدر آهنگسازی پرهنر. همگان انگشت حیرت میگزیدند و من میگفتم که افسانه سرابی با هیچ کس رابطه کردن نمیخواد، تنها با من همکاری میکند. مالی ذهنی یعنی آهنگ‌های افسانه سرابی رو نمیدونم با کی پیشنهاد کردیم مهرنگار. بیا در این باره حرف بزنیم. اولین آهنگی از خودمان ایجاد کرده رو با رحیم ال سپاریده بودیم. دو آهنگ رو، یکیش هر کس که میخواهی بشه بود، دیگرش راهی دور. بله. اون دو سرود بود. بعدی اون بعداً با ظفر عبدالعلیموف آهنگ پیشنهاد کردیم، اون کس از اجازت من خوندن. بعداً ولی جان عزیز رحیم، یک سراینده جوان، رحیم ال اصلا نمیدونست که آهنگ متعلق است با مهرنگار رستم. من از مهرنگار خواهش میکنم که یک پارچه این ترانه رو بسرایم و بینندگان آشنایی پیدا کنند. هر کس که میخوای بشه، هر جا که میخوای بره، هر چی که میخوای بگو پروا ندارم. هر کس که میخوای بشه، هر جا که میخوای بره، هر چی که میخوای بگو پروا ندارم، ای پروا ندارم. همین سرود بود. برای ظفر عبدالعلیموف نگفته نماند. ظفر عبدالعلیموف خیلی میخواست که با افسانه سرابی رابطه پیدا کند و گفتگو کند و یکی از آهنگ‌های خیلی زیبای افسانه سرابی را ظفر عبدالعلیموف انتخاب کرد. حتی حق کاری آهنگساز و شاعر را آورده به من داد، اما نمیدونست که این افسانه سرابی مهرنگار رستم است. بعداً ظفر جان فهمید. ما از ظفر معذرت میخواهیم، از رحیم معذرت میخواهیم، از ولی جان عزیز معذرت میخواهیم و همون ترانه ظفر خیلی جالب بود. بله، از ما چهار میترش میخوام. امشب هوا بارانی، زردی غمی پنهانی، فردا نمیدانم آید نه آید او. امشب هوا بارانیست، بارانیست، بارانیست. جالب. این سرود
بسیار خیت شده بود. بله بله این سرود خیلی مشهور شد، اما من مسئولیت جنگ و دعوا و بحث و مناظره‌اش رو به گردن نمیگیرم. من نمیدونم که ظفر با مهرنگار چگونه بحث کرد بعد فهمیدن اون که افسانه سرابی خودی مهرنگار ظفر در فکر میکنم در همین سرود بارانی رو کلیپ ثبت کرد. در کلیپ آهنگساز افسانه سرابی نوشته بوده. بعدا وقتی فهمید ایواز کرد، بسیار شوکی شد، حیرتی شد که مهرنگار توی قدر آهنگ امکانیت آهنگسازی داری. ما راستی گپ شوک شدم، گفتم که در حیرت موند. ولی جون دقیقا نمیدونست. ولی جون از افسانه سرابی که ما گفتیم دو آهنگ انتخاب کرد. یکیش بگو بداری یا که در خوابی. بله خیلی بد. بگو بداری یا که در خوابی، ابی دلتنگی یا مهتابی، بگو محبوبی بدی و خوبی، داری دل را تو چرا میکوبی. فراموش کردم کم درکای. این سرود بسیار نفس بود و من خیلی پسند است این سرود. باز یک سرود دیگر بود باور بکن. باور بکن. بله بله. باور بکن در حسرتی روی تویم. باور بکن افتاده کوی تویم. حرفی مرا باور بکن که حرفی قلبی آشناست. سر تا با پای حرفی من تنها صدای از وفاست. ولی جون عزیزم هم در دام افسانه سرابی افتاد. سوری. ولی جون هم نمیدونست که افسانه سرابی مهرنگار رستم است. بعد که با ولی جون رابطه ما قوی تر گشت، باز یک سرود دیگر رو با ولی جون توفه کردیم که باز از ما نرنجد. سرود خیلی زیبا بود. روی شاخه ما شبه جفت برگه، خالی از خشم تولد تگرگه. این ترانه رو در داخل باغ ایرانی شهر دوشنبه اینشو کرده بودیم و از مهرنگار خوش می‌کنیم که یک پارچه‌اش رو برای ما بسازید. روی شاخه ما شبه جفت برگه، غافل از خشم تولد تگرگه. گر بیفتیم خوش در پیمانه هم، گر بمیریم خوش روی شانه هم. اصلا میگویند در ضرورت دروغ نیست رفا بود و دروغی که ما گفتیم این دروغی سازنده بود. دروغ به خاطر نجات دادن هنر بود. دروغ به خاطر احتیاط و احترام کردن هنر بود. به هر صورت در پیش همه شما معذرت میخوایم برای این دروغی گفته‌مان. ما تصمیم داشتیم که سری افسانه سرابی رو بعداً در کنسرت مهرنگار رستم فاش کنیم. همه نه، یعنی مخلصان ارجمند شما نه، مردم نه، فقط در دایره هنرمندان فهمیدند، درک کردند که افسانه سرابی وجود ندارد. نیست. افسانه سرابی بافته خیال من و مادر مهرنگار است و افسانه سرابی این خود مهرنگار رستم است. و در کجایی که اگر شما میوزیک ویدیوهای رو ببینید که آهنگساز یعنی کمپوز افسانه سرابی نوشته شده است، بدونید که این افسانه سرابی همین مهرنگار رستم است. من با انگوش نشانه میدم ولی همین است. دروغ گو تو بودی دروغ. سر جنبک بودم. بله. خوب عزیزان دل، میخوام که بر بگردیم به فعالیت امروزه مهرنگار رستم. آمریکا رفت. بسیاری ها تبلی شدی زدند که دیگر از آمریکا بر نمیگردد. گرین کارت رو به دست آورد، کارت سبز رو به دست آورد و در آمریکا میماند. ولی متاسفانه برای برخی برگشت. نه متاسفانه برای برخی نیم، برای که من وطن ما دوست می‌دارم. اول سببشون است که اویلای ما در اینجا است. برای اویلا، برای وطنی عزیزم، برای کل مخلصان ما به وطن خود برگشتم، به خاطر که نیتی من اون نبود که کارت سبز رو بگیرم و دیگر همیشگی وطنم رو ترک کنم، چون مرا در اینجا دوست می‌دارن، مرا احترام میکنن، چرا از وطن خود دست بکشم. به همین خاطر به وطن خود برگشتم. باز میروم، باز میایم، همین خیلی زندگیم رو دوام میدم، چون من در یک جا نمیستم. نه تنها امریکا،
من با زیادی کشورها سفر کردم و در روز استقلالیت من کنسرت برپا کردم در و نیویورک. دوچاری مشکلات شد کنسرت شما همین طریق؟ مشکلات ها زیاد شد. کی مشکلات ایجاد کرد؟ میدونین در آمریکایی ها مشکل ایجاد کردن برای شما؟ نه، بعضی نفرانی بودن که خواستن کنسرت ما رو کنسل کنن به خاطری که آدم نمیآید و انا کنسرت خوب نمیگذرد و همین خیلی خبرها نویساندن که کنسرت مهرنگار کنسل می شود و اومده پول تیکت های خود را گیرد. خب یگان نفر شما رو دستگیری نکرد؟ بود در کی؟ اونجا مادرم بود که باز؟ روحیه ما رو بلند کرد در اونجا. بعدا همون ارگانیزاتوری کنسرت تشکیل کننده کنسرت بودن. همین دو سه نفر بعدا طلب شو چقدر انسانی خوب بود که باور کنین امروز روزی که ما امریکا آمدم خواستم که برنده کنسرت ما طلب شو شود چون خیلی وقت اون کسم ندیده بودیم و خواستم که در کنسرت من راوی کنسرت شود. بعدا اون کس اومد روحیه ما رو بالا کردن. بعدا با اشتراک طلب شد یک اعلانی برآمد. بله اعلان برآمد در فیسبوک و در سامانه های اجتماعی. و من گفتم که اگر یک نفر که در کنسرت من بیاد اون مخلص حساب میخواد برای یک نفر من کنسرت میدهم. بعدا همین خیال شد که روزی کنسرت آدم همین خدر زیاد با گل و گلدسته ها حتی از سمرقند در کنسرت من اشتراک کردن. باور کنید همین خدر کوشش کردن تا آخران روز کنسرت مرا شکست بدهند لیکن نشد. خداوند راضی نشد. بله. خوب آدمان آمدن به کنسرت؟ بله آمدن. باز بعضی نفرانی بودن که از دیگر شتات های امریکا مخصوص به کنسرت ما آمدن بسیار با هوس زیاد لیکن از تاجیک ها از همون در کنسرت اونها رو بردند. از نزدیک در اومد گفت کرده که کنسرت اولی دیرتر سر میشد بید رفته یگون چی نوشه میو چی کرده همین خیل اونها رو از راه زدند و بعدا اونها فردا خستن که کنسرت تمام شده است. بسیار رو افتاده شد. پشیمان شدن. من حیران میشم که نخو انسان ها تا این قدر بد میتونن بوده که این خیلی کارهای بد میکنن. پیشنهاد همکاری شد؟ پیشنهاد همکاری خیلی زیاد شد از جانب پرودوسران ایرانی، از پرودوسران افغانستانی در اونجا پیشنهاد به من شد چون افغان و ایرانی ها در اونجا زیاد هستند مخصوص در لس آنجلس. و خب حالا من فکر کرده ایستادم سراسی من نیستم و نفرانی که فکر کردن که من امریکا میرم دیگر نمیام این فکرشون از سرشون بردارن چون من باز میروم باز میام به وطن خود و اجازهاتم را نیز در تاجیکستان عزیزم نیست خدا خواهد تا آخری عمرم تا وقتی زنده هستم دوام میدهم انشالله. خیلی خوب. ولی در آمریکا یک حادثه نجیب رخ داد. یک بار عکسی مهرنگاری رستم با مادرش و با گوگوش پیدا شد. همه به حیرت افتاد و واقعا این یک حادثه خیلی نجیب بود. چی سبب شد که شما با کنسرت گوگوش رفتید؟ خب من وقتی که رفتم به امریکا بعدا من به مدتی به لس آنجلس رفتم و مادرم با اونجا به من زنگ زد که مهرنگار در لس آنجلس زندگی میکنه گوگوش حتما گوگوش باید ببین. میگم او چجور من چه خیلی گوگوش میام من چه خیلی رو میبینم ما حیران دیگه مادرم دو پاره دایم اومده که باید همین گوگوش ندیده بریم بزر میشود. بعدا با بهزاد بلور زنگ زدم یکی از روزنامه‌نگاران بخشی فارسی بی بی سی بله. بعدا گفتم که آقای بهزاد سلام خوب هستین من در امریکا هستم و مادرم همین خیلی سخت مرا قپیده است که من باید گوگوش از نزدیک ببینم چی باید کرد. گفت که لیکن ما میتونیم یک کار کنیم ما شما را با همراهی پرودوسر گوگوش منیجر گوگوش شناس میکنم. ما با اون کس شناس شدیم یک دو مرتبه واخوردیم در لس آنجلس با همراهی شهرام نارس بسیار یک انسانی خاکسار مهربان. بعدا گفت که میدونی روز دوم نوامبر گوگوش کنسرت دارد و من تو رو با پشت صحنه میبرم حتما با گوگوش با میخوری. گفتم انیق پرامیس؟ بعد گفتن که پرامیس انیق. هیچ کس به غرض ما و یک نفر دیگر نمیدونم کی بود گوگوش رو از نزدیک ندید. در اومدم گوگوش رو دیدم همین خیلی السلام علیکم تا دستم گو شاخ ماندم خیلی نگاش دارم انالیز دارم. شوکی شده.
گفتیم ایگلا برای شما آوردم من شما رو بسیار دوست می‌دارم شما بهترین هنرمندن مادرم حتی مخلص شما مادرم اینجا فداتون بشم من خیلی مادرم آغوش گرفت مرا با آغوش گرفت کمی از چشم مادرم اشک شدی رفت من هم خیلی خودم رو هم خیلی فخر کردم که انا من مرزی مادرم رو عملی کردم اما خیلی شد عکس گرفتید و ما عکس گرفتیم و کمتر نگاه کردم گوگوش هم خیلی بسیار یک زنی مهربان جالب و میخدر مادرت گریست مادرم گریست مادرم من بسیار با آغوش گرفت و گفت که من بسیار تاجیکستان دوست می‌دارم مردم تاجیکستان و خیلی بسیار می‌خواست است که در تاجیکستان از کنسرت خود را برپا کنه برای مردم تاجیکستان حتی مخلصای ایرانی که در تالار نشسته بودن شما میدونید که گوگوش خیلی مردم تاجیکستان دوست می‌دارد خیلی دوست می‌دارد این با همگان معلوم و مردم تاجیکستان نیز خانم گوگوش بله دوست من می‌دارد. گفتم خانم گوگوش دوستتون داریم ما نه تنها از نامی خودم بلکه از تمام مردم تاجیکستان با گوگوش گفتم که مردم ما شما را خیلی دوست می‌دارن و در تاجیکستان منتظرن چگونه است گوگوش قد و بستش سر و لباسش خب گوگوش یک زنی آرام طبیعتی مهربانی همینقدر زنی زیبا از نزدیک باز زیباتر میتابه و همینقدر میدونین تاثیراتی خیلی خوب و خاطرمان برای من موند که من گوگوش رو از نزدیک دیدم چون من از خوردی سرودهای گوگوش رو نیز میخوانم چقدر شما دوست میدارین چقدر مادر میرن اوری بسیاری ها اگر هنری گوگوش رو و صدای گوگوش رو دوست میدارن من ویژه چشمهایش رو خنده هایش رو ابروانش رو دستهایش رو ایمو و اشاره بازی هایش رو اون چیزایی که در روی صحنه در میاد همش رو کلا دوست میدارم از شهرام نارس از دوستم بسیار منتداری بیان میکنم اگر مرا بشنود چون آرزوی مادرم را عملی کرد و آرزومندم که همه آرزویش عملی بگردد اکنون که به تاجیکستان برگشتید بعد این همه حوادث بعد این همه اتفاقی که در امریکا افتاد ماجراهای کنسرت خودتان برپاشدی کنسرت شادی و نشاط از کنسرت گوگوش برگشتید به تاجیکستان بله دیگر با آمریکا رفتنی نیستید نه رفتنی کی بیاین ایش مخفی باشد استراتژی شما در همین یک سالی دیگر وقتی که به من گفتند که انا مهرنگار تاجیکستان بیا دیگر مهرنگار را راه نمیتین دیگر از کنسرت ها کنسل میکنن راه نمیدهن تمام مهرنگار را چپ میگیرن این خیلی گپا شد بعدا در امریکا با تاجیکستان بیام زنگ میزنن از وزارت فرهنگ که مهرنگار تو را در چرابینی بین المللی اسنگ همچون جوان فعال در فرهنگ که سهم خود را گذاشته است جایزه میسپارند چقدر خرسند شدم در کنسرت و برنامه ها خیلی زیاد دعوت کردن و باور کنید خیلی شاد شدم که این دروغ بود است این گپ خبری که برای من میرسوندن و بعضی هنرمندا دیگر در اینستاگرام و صفحه های خودشون وطن دوست شدن و چیز مرا نش میزدن که انا مهرنگار وطنش را همین خیلی گویا ترک کرد و انمو وطن دوستیم و این خیلی اکثر آدمان میگویند که نه دنیا رو دیگر کردن نمیشود دنیا همین طوری که هست میماند هیچ کوشش دیگر کردن دنیا رو نکنید اما این خطا است برای دنیا رو دیگر کردن اول هر یک انسان باید خودش رو دیگر کند اگر ما خودمون رو دیگر بکنیم همین یک جزئی دنیا گویا که دیگر میشود به هر صورت مهاجران مهنتی ما که در تمام دولت‌های دنیا هستند در فدراسیون روسیه در ترکیه در کره در امریکا در مملکت‌های اروپا همه آنها یک جزئی از وطن ما هستند همه آنها یک نشانه از وطن ما هستند و هر جایی که هستند خداوند همیشه همه‌شان را حمایت بکند حافظشان باشد حفظشان بکند و زندگی سورپرایز های زیاد دارد دوستان عزیز سورپرایز های دارد آهنگ جدیدی که بله و میخوام که همین آهنگ رو زمزمه بکنیم با همین برنامه رو با انجام برسونیم صحبت امروز را بین آهنگی که یک دو روز پیش اجازه کرده بودیم اون رو بخونیم هنوز هیچ کس نشنیده است نمیدونیم ها فکر داریم که این سرود رو خودم بخونم یا اینکه به کسی تقدیم کنم به یگون هنرمند فکر دارم ناجور شد بله شما خودتون جور کردن دیروز سفر محمد گیتارم رو هم خیلی نواخت سی گیتارم کن
ناجور بعداً شد. سیمش کن سفر عوض محمد کرده. سیمی نو عوض کردمون و از سببی که یعنی جور شدن رو جورش شما تز می‌گرده. توسط همین حس شنوایی معین میکنید. بله و دیل تو با آورنگی دلم جوشوده ای با خدا اصلا مزه باشوده ای بین این پستی دنیای درو با خدا اصلا مبالا شده ای به تو دنیا ظلمانی به تو رویا زندانی با تو شبها مهتابی همه آبی همه آبی به تو دنیا ظلمانی به تو رویا زندانی با تو شبها مهتابی همه آبی همه آبی آفرین. لکن احسن. نمیدونم این سردکی آهنگ خیلی زیبا. مؤلفین آهنگ افسانه سرابی. تیره مهرنگار رستم نکته نمود شعرش یعنی مهرنگار رستم. و میخوام یک چیز را قید نمودن که من میخوام از شما سپاسی زیاد کنم چون شما نیز برای من همچون استاد هستید و در راهی آهنگسازی اگر شما نمی بودید شاید که امروز من آهنگ نمیتوانستم ایجاد کرده چون آرزوی صرف مرا همیشه تاکید میکرد که مهرنگار از استعداد خود استفاده بر بیا یگون آهنگ کنیم بیاید یا من میگفتم اکای آرزو من شرم میدارم من شاید از اودش نمیبرایم و باور میکنید همین خدر حالا یک آهنگ ساخته بودم اون وقت اونقدر مطمئن نبودم که من از عهده همین کار میبرایم و محض همین اکای آرزو بود که مرا دستگیری کرد در جاده آهنگسازی دستم رو گفتی گفت راست کرد و از شما بسیار سپاسگزارم اکای آرزو. در همین عمری سری تقریبا 50 سال هم اولین بار است که این گونه خجالت میکشم. که بده. شاید مهرنگار با آمریکا سفر میکند، شاید در آمریکا باز کنسرت های تازه و تازه منظور اخلاصمندانش میگرداند، شاید با گوگوش دویت میخواند، شاید همراه گوگوش هر دویشان از آمریکا به تاجیکستان آمده کنسرت برپا میکنند. زندگی سر تا پا سورپرایز است. زندگی رو دوست بدارید عزیزان دل. دنبال حرفی سخنی یا گفته کسی نروید، فقط به دنبال اندیشه های خودتون بروید. هر چیزی که دلتون میخواهد همان رو بکنید. خیر عزیزان دل. خیر.